و یه نکته‌ای که اندیشکده‌های اروپایی و آمریکایی بارها میگفتن در مورد صبر استراتژیک ایران، میگفتن ایرانی‌ها فرش بافن. ایرانی‌ها فرش باف. فرهنگشون اینه که 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال وقت میذارن، یه طرحی رو میکنن که شما مثلا اصلا شگفت زده میشید. این مثالی که اینا میزنن، میگن ایرانی‌ها کشتیگیرن. وارد جنگ بگیرنه دیگه ولت نمیکنن، زیر یخمتو میگیرن ول میکنن. خب ولت نمیکنن. اینا بحثایی که اینا گفتن خب حالا نکته هم چیه؟ اینکه اون صبر استراتژیک ایران به معنی واقعی کلمه معنی پیدا کرد. ایران صبوری کرد، هی نتنزو میزد، این طرفو میزد، اون طرفو میزد، همه اینا دونه دونه شروع کرد جواب دادن. الان روز و شبی نبود در اسرائیل، در رژیم صهیونیستی که آشوب نباشه. این چطور پاسخ داده شده؟ و به یک باره ما میبینیم رزمنده‌های فلسطینی کنفیکن شدن. مدل مبارزه‌شون اصلا همه چیشون بمب کنار جاده، با پهپاد، با پاراگرایدر، این شیوه‌های مبتکرانه. مسئله این که حالا این ماجرا فلسطین رو دیدید، میخوام بگم همین رو بذارید کنار. قصه چیز دیگه میتونه باشه. یعنی من توی چیزام گفتم شما بگید فلان، ما میخونیم به همان. اونم چیه؟ اولا این الهام علیوف نادان اینا انداخته بودن جلو، مثل دلغک. مثلا 30 طرف نگاه میکنی به همه چی میخوره، آدم آتیش میگیره که مثلا عکس نادرشاه رو زده، بعد عکس شاه اسماعیل صفوی رو زده، بعد عکس خودش رو زده که مامان فاطمه و نمیدونم چی. این کی انداخته جلو؟ صهیونیستا، انگلیس و اسرائیل و عثمانی. که چی؟ حالا یه پیروزی هم به دست آورده. پیروزی چجوری به دست اومده؟ با تمام کمک‌های نظامی که صورت گرفته. 1 2 صهیونیستا برای اینکه بتونن کارشون پیش بره، در خود ارمنستان یه آدم امریکایی آوردن سر کار به اسم پاشینیان. ما هم داشتیم تو مملکت خودمون یه جریان غربگرایی اومدن، یه پاس گل میدادن به غرب. این اومد کاری کرد که اونا تو جنگ پیروز شدن. حالا اینا آماده بودن برای چی؟ حالا این قرقو پس گرفتن. یک شهرهای خالی از سکنه، تکفیری‌ها رو میره اونجا ساکن میکنن. مرز ما با خدمت شما مثلا جنوب آذربایجان آرام آرام تکفیری نشین میشه. این امیدش به چی بود؟ پشتیبانی اسرائیل. الان چه اتفاق افتاد؟ اسرائیل که خودش دیگه نمیتونه دفاع کنه. یعنی بحث زنگ زور و سیونیک و اینا آقا مالید رفت. مسئله دوم، اینا اون خط کریدور عرب مد بود که خدمت شما عرض کردم، اونم مالید رفت. یعنی با یه اتفاقا. مسئله سوم پیام به ابرقدرت‌ها بود، به چین، به آمریکا، به کشور بزرگی که صاحب نفوذ هم مثل انگلیس، مثل روسیه، که بدون ایران هیچ اتفاقی تو خاورمیانه همه چی باید با ایران هماهنگ بشه. میتونه یهویی تو روز آخر که به عقل جن نمیرسه از جایی کاری بکنه خب که تمام معادلات رو بزنه. یعنی من که دارم ماجرای فلسطین رو نگاه میکنم میگم با یه تیر 20 تا نشون، با یه تیر 30 تا نشون چه میشه گفت. مسئله دیگه پیام به اپوزیسیون بود. ببینید پارسال این موقع میگفتن رفتن تموم شده، یه اصلا توییتاشون هست و پیامایی که میدادن. بایدن که اومده 6 میلیارد معامله انجام داده. مکرون که تماس گرفته که اینا دادشون در اومد و فوش میدادن به اینا. عربستان که کلا گذاشته کنار و ایران اینترنشنال جمع کرده بره آمریکا. درست شد. خدمت شما عرض بکنم و حالا اسرائیل همه رو داره ایران مدیریت میکنه. میگه کی میخوای مثلا پشت شما باشه؟ همه رو داره ایران مدیریت میکنه. میگه کی میخوای مثلا پشت این پیام یه پیام یعنی به داخل هم داریم، پیام در واقع قدرتی آمیزه. ما تحلیلمون این بود که میخوان سوریه و عراق رو به زودی بریزن به هم و همزمان مهاجرین افغانستانی رو هم در ایران آشوب بدوزن. یعنی ایران چنان درگیر بشه که کنترل خوش از دست بده. و اساسا همین بود. قرار پارسال داخل بریزه به هم، تمرکز امنیتی که کم بشه، مرزا ناامن بشه، سوریه عراق همینو بخوره. همین اتفاق برای خود اسرائیل افتاد بود. درگیر داخل شد، یهویی همچین اتفاقی بیخ گوشش افتاده که ما رسواییش از زمان تشکیلش تا الان همچین اتفاقی این شکلی سابقه نداشته. قرار بود به زودی چون مسئله اتفاق نیفتاد سوریه شروع شد که میدونم اخبار بود. بعد عراق مطرح شد که مسئله مطرح کردن که آیت الله سیستانی فوت شده. اینا همیشه دقت کنید وقتی فوت بزرگی یه جایی رو میگن اونجا رو میخوان بریزن به هم، یه شوکی میدن به جامعه. مثلا خاطرتون باشه پارسال شایعه فوت رهبر انقلاب رو مطرح کردن و بعدش قصه پارسال ما پیش اومد که جوری ریختن الان به هم که دیگه اینا فکرشو بذاره کنار. خب اصلا فکرشو نمیتونه بکنه. یعنی واقعا کسی که طراح این ماجرا بوده، هر کس دمش گرم و بدونید حداقل با یه تیر 10-20 تا نشون زده.
اصلا مسئله فلسطین و اسرائیل نیست، مسئله ابرقدرتی آینده است. مسئله این که شرق و غرب عالم از کجا باید وصل بشن و کی توان داره امنیت تو منطقه برقرار کنه و بدون اذن کیه که هر کاری کنن هزاران میلیارد دلار، تریلیون دلاری به اصطلاح هم پول خرج کنیم که ترامپ میگه 7 تریلیون دلار تو خاورمیانه جمع کردیم نتونستیم کاری کنیم، بدون اذن جمهوری اسلامی ایران اتفاقی نخواهد افتاد. عزیزان براندازم خدمتتون عرض بکنم که میخواد جمهوری اسلامی دوست داشته باشید، میخواد نداشته باشید، هر چی میخواد بگید این واقعیت. کارچوری هم نیست، کارش هم نمیشه کرد. مثلا بگی الان مثلا این لیوان دیگه چیکارش کنه؟ حالا لیوان خوشت نمیاد، لیوان مثلا چینی یا سرامیکی، خب دیگه همینه دیگه، نیست، نداریم اینجا، بلوری نداریم. جمهوری اسلامی همینه، زورش میرسه، میتونه این کارا رو انجام بده و تو این سالها انقدر باهاش جنگیدن، انقدر باش نبرد کردن که از نظر امنیتی به غایت پخته شده و از نظر نظامی به پیشرفته ترین روش‌های نبرد نامتقارن با کمترین هزینه، چون همیشه تحریم بوده، بیشترین نتیجه در واقع ایران دست پیدا کرده و روزهای آینده روزهای مهمیه. باید ببینیم که پاسخ صهیونیست‌ها چجوریه، جبهه مقاومت چقدر وارد خواهد شد، فلسطین تا چقدر توان دفاع دارن، زرادخانه‌هاشون چقدره. روزهای مهمیه و فراموش نکنیم رهبر انقلاب 4 روز قبل همین ماجرا در جریان هفته وحدت 4-5 روز قبلش اشاره کردن به این ماجرا.